به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان پایه 12 در هنرستان‌های فنی سراسر کشور. امیدوارم بچه‌ها حالتون خوب باشه، آماده باشید تا قسمت دیگه ای از پودمان دوم ریاضیات 12 یعنی مبحث زیبایی حد رو با هم شروع کنیم. واقعا زیباستا، یعنی یک مبحث روون عالی. جلسه گذشته چی یاد گرفتیم؟ اومدیم حد از روی یک دونه شکل رو یاد گرفتیم. یه شکلی دادیم، یک نموداری دادیم، حالا یه منحنی باشه، خط باشه، اصلا مهم نیست. تازه چیزی که جلسه گذشته ما کشیدیم یک منحنی بود با 2 تا خط خوشگل دوبرش. بعد اومدیم حد رو از روی نمودار گرفتیم. فقط اون موقع باید ما نگاه میکنیم جلوی لیمیت حتما در واقع عبارت fx نوشته میشد. یعنی اگر لیمیت fx دیدیم حتما یک نمودار هم به ما میدادن. یادت بیار، خیلی آسون بود دیگه. به جلسه قبلتر برو، گفتم جلوی لیمیت 2 مدل عبارت میتونه بیاد. یا fx می نویسن که عین جلسه گذشته یه شکلم پای جایزیش میدن، یا جلوی لیمیت یک چند جمله‌ای می نویسن، یک چند جمله‌ای ریاضی می نویسن. درست شد؟ که اینو میخوایم این جلسه با هم کار کنیم. جلسه گذشته من جلوی لیمیت fx نوشتم. خدای من چقدر آسون بود، اصلا چیزی نداشت که می اومدیم از روی محور ایکس ها به اون عدد نزدیک می شدیم، می رفتیم ارتفاع و نمودار رو می خوندیم. غیر این بود. خنده نداره، گریه داره. از آسانی آدم گریهش می گرفت. گفت چرا این حد سال 8م، سال 7م، سال 6م اصلا برای ما نیوردن؟ چرا ما سال 10م این حد رو نخونیم؟ اینقدر آسون بود. برو جلسه قبل نگاه کن. توی این جلسه من میخوام لیمیت چند جمله حساب کنم. دیگه نمیخوام جلوی لیمیتم fx بنویسم. میخوام جلوی لیمیتم یک عبارت ریاضی بنویسم. دیگه نمیخوام fx بنویسم. این فیلم رو نگاه کن تا یاد بگیری اگر جلوی لیمیت من یک چند جمله ریاضی، یک عبارت ریاضی اومد باید چی کار کنیم. فکر میکنی من رفتم؟ واقعا فکر میکنی من رفتم تنهات گذاشتم؟ نه خیر، بنده هستم تا حد یک چند جمله‌ای به شما یاد بدم. میخوام جلوی لیمیتم یک چند جمله‌ای ریاضی بنویسم، یعنی اینجا میخوام یک چند جمله‌ای یادداشت بکنم. دیگه نمیخوام fx بنویسم و بعدش هم یک دونه منحنی به شما بدم. قراره که جلوی لیمیتم یک چند جمله‌ای بنویسم. اما مهندس جان عزیز من، مگه ما یک مدل چند جمله‌ای داریم؟ ما انواع و اقسام چند جمله‌ای ها داریم. من نمیتونم از کمر چند جمله‌ای ها شروع کنم بگم اصلا بیاین از اول این مدل چند جمله‌ای کار کنیم. به نظر من قبل از این که اصلا من یک چند جمله‌ای جلوی لیمیتم بنویسم، بریم 2 کلمه در مورد چند جمله‌ای بشنویم. چند جمله‌ای های ریاضی انواع و اقسام مختلفی دارن. یعنی ما یک دنیای چند جمله‌ای داریم که خیلی هاشون اصلا نه در مدرسه نه در دانشگاه به درد ما نمیخورن. پس بهتره که از اولین مدل چند جمله‌ای شروع کنیم، یعنی آسون ترین مدل چند جمله‌ای رو استارت بزنیم. ببینید، اولین و آسان ترین مدل یک چند جمله‌ای ریاضی یک تک جمله است. یعنی یک جمله میخوام جلوی این بنویسم و اون یه جمله هم باز یکم خاصه. خوب گوش کن، من که نگفتم چند جمله حتما باید 2 جمله‌ای باشه، 3 جمله‌ای باشه. مطمئنا اولین مدل و آسان ترین مدل یک چند جمله یک چیه؟ تک جمله‌ای. باز این تک جمله‌ای یک مدل خاص تک جمله‌ایه. اولین مدل تک جمله‌ای ها رو میخوام به شما معرفی کنم. یعنی یک عدد، بله،
یک عدد، بله یک عدد، اولین مدل یک چند جمله. الان من گیر کردم، یکم اینو روغن ریختم، روغنم کم کرده بود خود روغنم، برام این متاسفانه یه خورده بعضی جاها یه مقداری به هر حال ببخشید دیگه تصمیم تایم رد کردم من یک مدتیه، برای همین اصلا دقت کردم من چقدر لاغر شدم. اصلا ول کن چند جمله، اصلا دقت کردم من چقدر لاغر شدم. اراده کردم گفتم من از این به بعد باید وزن کم بکنم. اگه قرار جلوی دوربین باشم، ساعتها به بچه‌هام درس بدم، باید نگران سلامتی من باشم. آدم مریض که نمیتونه درس بده. اومدم چیکار کردم؟ اومدم یک سبک جدیدی رو تو زندگی رعایت کردم و الان کلی هم لاغر شدم. بله بین خودمون باشه یک 40-50 کیلویی کم کردم. بله ما اینیم دیگه. بله ورزش، اصلا مگه من وقت ورزش دارم؟ جادو نه. اولین مدل یک چند جمله یک تک جمله‌ایه، یک تک جمله‌ای. و اولین مدل یک تک جمله‌ای رو میخوام به شما بگم، یک عدده. الان خیلی میگن آقا عدد کجاش تک جمله است؟ در سال نهم تا اگه یادتون باشه به ما گفتن که یک تک جمله‌ای شامل یک عدده، یک متغیری، متغیر هم یک توانی داره. خب شما وقتی میگی عدد که متغیر نداره، اتفاقا عدد هم متغیر داره، فقط ما نمیبینیم. به عنوان مثال عدد 7 رو من اینجا مینویسم، ایکسش هم میذارم، عجله نکن. فقط چون توان این ایکس 0 بوده به این صورت و ایکس به توان 0 هم شده 1، از طرفی هم 7 ایکس به توان 0 یعنی 7 ضرب در ایکس به توان 0 که ایکس به توان 0 هم شده 1، پس 7 یکی اینم 7. یعنی یک جورایی اولین مدل یک چند جمله یک تک جمله ایه و آسون ترین مدل یک تک جمله ای هم یک عدده. چرا؟ چون متغیر داشته، حالا x، y، z، هر چیزی، و توان اون چون 0 بوده و هر متغیر به توان 0 شده 1، درسته؟ پس اون عدد ضرب در 1 می شده خود اون عدد. پس اولین و آسان ترین مدل یک چند جمله‌ای ریاضی یک عدده، یک عدده. حالا همین 7 رو میام اینجا می نویسم. خدای من چی میشه؟ قبلش بریم یه کوچولو در مورد این عدد میلی صحبت بکنیم. وقتی که شما جلوی لیمیتت، یعنی جلوی این لیمیته یک عدد بنویسی، دیگه اصلا عدد میلی مهم نیست. این x به سمت هر چیزی میتونه میل بکنه، مثل a. حالا این a میتونه 10 از سمت مثبت باشه، 10 از سمت منفی باشه، -3 از سمت منفی باشه، -3 از سمت مثبت باشه، اصلا مهم نیست. اصلا آقا عدد میلی مدلی باشه. p 4 از سمت منفی، ابوالفضل عدد میلی و نگاه، اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست. میدونی چرا مهم نیست؟ چون اصلا این ایکسی نداره که تو نگرانش باشی که این ایکس به سمت کجا داره میره. خدا وکیلی الان اصلا این ایکسی براش نمونده. ایکس داشته، چون ساده ترین مدل رو من دارم عرض میکنم، ایکس توانش 0 بوده شده 1، یعنی ایکس محو شده، پاک شده. دیگه ایکسی نمونده که من نگران باشم ایکس داره به کدوم سمت میل میکنه، از کدوم سمت. این که میگم به کدوم سمت میل میکنه، به سمت چه عددی میل میکنه. این که میگم از کدوم سمت، یعنی از سمت مثبت یا سمت منفی ها، اصلا مهم نیست. اصلا ایکسی نداره دیگه. این در نتیجه جواب این میشه خود 7. خدایی عالی. پس حد عدد، ببین معاصل صحبت های من، درایو صحبت های من، خوب گوش کن. حد یک عدد خود اون عدده. حالا این 7 ممکن بود باشه 7/3، ممکنه باشه رادیکال 7، اصلا مهم نیست.
جوابش میشه همون رادیکال 7. اگه این باشه 7/3 جوابش میشه 7/3. حد یک عدد خود اون عدده. پس ما این جلسه چیکار کردیم؟ آسون ترین، ساده ترین مدل چند جمله، یعنی یک تک جمله رو با هم کار کردیم. تازه اون تک جمله از مدل آسون ترین تک جمله بود. یعنی تک جمله بود که قسمت اون پک x و متغیرش از بین رفته بود چون توان اونا 0 شده بود و فقط اون عدد جا مونده بود. یعنی یک جورایی یک عدد آسون ترین مدل یک چند جمله ایه. حالا اگه اون عدد جلوی لیمیت من بیاد، جواب این لیمیت خود اون عدده. تمام شد رفت، خلاص. اگه سوال امتحانی اومد اینجا یه عددی بود، هر چیزی، یا توی کنکور اصلا رادیکال 3، اصلا عدد کسری، اصلا عدد اعشاری، هر چیزی بود، شما در جواب همون چیزو بنویس. هر چی داد شما هم در جواب همونو بهش بده. این عدد میلی هم اصلا مهم نیست. دلیلش هم این که اصلا یه عدد خالی ایکسی نداره که قرار باشه عدد میلی به سمت اون ایکس حرکت بکنه. ایکسی نداره. بر همین عدد میلی و این پک میلی اصلا به کار ما نمیاد. نمیتونم ننویسم و ببین مهندس شون، ننویسیم که اصلا استراکچر سوال حتی به هم زدی، چون حالا استفاده نمی کنی نباید بنویسی. نمیشه که. از این کارا نکن. بنویس، فقط استفاده نکن. جلسه آینده یک کوچولو چند جمله ها رو میریم جلوتر. دیگه از مدل آسونش رد شدیم، یعنی عددش رد شدیم. میریم سراغ مدل دوم چند جمله ها. بریم ببینیم اونو باید چه مدلی حدشو بگیریم. مرسی. علیرضا غفاریان هستم، دانش آموخته هنرستان فنی حرفه‌ای خوشبیان در رشته معماری. با توجه به شایستگی‌های علمی مدرسه و اساتید عزیز، موفق به قبولی در دانشگاه دولتی مشهد شدم.